فراموش کردن اصلا کار ساده ای نیست. هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. ولی امروز میتونم خبر خوب بهتون بدم آقای بی. عمل پاکسازی حافظتون به خوبی انجام شد. فقط چند نکته‌ای هست که باید بهتون بگم. لطفاً به حرفام با دقت گوش کنید. ممکنه تا 2 هفته آینده دچار توهم یا خستگی شدید بشید. تو این مرحله مغزتون داره تلاش میکنه که پارک شدن حافظتون رو عادی نشون بده، ولی قلب جلوی این اتفاق رو میگیره. این یه فرایند طبیعیه و نیاز به نگرانی نیست. مخصوصا اگه شخص یا خاطراتی که از ذهنتون پاک شده باشه شخص مهمی تو زندگیتون بوده باشه. معمولا بعد از 1 تا 2 هفته همه چی به روال عادی برمیگرده و میتونید بدون هیچ مشکلی به زندگیتون ادامه بدید. فقط چند نکته‌ای هست که باید اون رو رعایت کنید. تا جایی که میتونید تنها نباشید. در جمع دوستانتون شرکت کنید. تنهایی باعث بشه که مغز اون چیزی که از دست داده رو تلاش بکنه به یاد بیاره. خودتون رو مشغول کاری که دوست دارید بکنید و تا حد امکان تا زمانی که درمانتون کامل بشه زیاد از خونه خارج نشید. در این صورت مغز شما تلاش میکنه که باز هم به یاد بیاره و این ممکنه باعث مشکلاتی که بهتون گفتم بشه. و کلام آخر این که ممنونم که ما رو انتخاب کردید. یادت داره هر چیزی که بخواد با باید آوردنش حالتو بد کنه و مدام ازت بدن رو میتونیم با مراجعه به ما تا همیشه از بین ببریم. اگه از این عمل برای سنگین بود میتونیم با استفاده از رضایت کامل و در سلامت ذهنی تصمیم گرفتم که بخشی از حافظه‌ام پاک کنم و اینکه از کارم پشیمون نیست. این ویدیو برای ثبت رضایت شما و تایید سلامت روانیه. ممکنه بعد از پاکسازی بخواین بدونین چرا این کارو کردین. اگه حرفی هست که بخواین به خودتون تو آینده بزنین لطفاً مستقیم به دوربین بگین. حرف خاصی ندارم، فقط اینکه اگه به جای رسیدی که داری این ویدیو رو میبینی بدون که من تصمیمی که گرفتم پشیمون نیستم و اگه برگردم عقب بازم این کار میکنم. تو هم بهتره ادامهش ندی.